سلام به همه شما عزیزان. من میلی هستم و خیلی خوشحالم که با جلسه سوم از دوره آشنایی با بیت کوین در خدمتتونم. قبل از هر چیزی میخوام از همه شما بابت حمایت ها و تعامل هاتون صمیمانه تشکر کنم. حقیقتا برای من هم خیلی غافلگیر کننده بود، هم خیلی دلگرم کننده. امیدوارم بتونم با ارائه مطالب مفید و کاربردی پاسخگوی اعتماد شما باشم. امروز میخوایم در مورد گره های بیت کوین صحبت کنیم. گره ها قلب تپنده شبکه بیت کوینن و امنیت، حریم خصوصی و عملکرد بیت کوین رو حفظ میکنن. توی این ویدیو یاد میگیریم که گره چیه، چه وظایفی داره و چرا اجرای گره شخصی میتونه برامون مفید باشه. پس با من همراه باشید تا به دنیای گره های بیت کوین یه سری بزنیم. اول ببینیم شبکه بیت کوین چیه. شبکه بیت کوین یه جور اجتماع بزرگ از آدم هاست که همشون یه نرم افزار خاص به اسم بیت کوین کلاینت را روی کامپیوتراشون اجرا میکنن. این نرم افزارها با همدیگه اطلاعات رد و بدل میکنن. هر کسی که به اینترنت وصل باشه و نرم افزار بیت کوین رو اجرا کنه میتونه عضو شبکه بشه. وقتی نرم افزار رو اجرا کردید به بقیه گره ها وصل میشید و بلاکچین رو دانلود میکنید و در ادامه تراکنش ها رو پخش میکنید. گره در واقع یک کامپیوتره که برنامه بیت کوین رو اجرا میکنه و به بقیه گره ها وصل میشه تا یه شبکه درست کنه. حالا یه گره دقیقاً چی کار میکنه؟ 3 تا وظیفه اصلی داره. وظیفه اول پیروی از قوانین. هر گره یا همون نرم افزار بیت کوین یه سری قوانین رو رعایت میکنه. با رعایت این قوانین گره میتونه تراکنش هایی که دریافت میکنه رو چک کنه و فقط اونایی که مشکلی ندارن رو به بقیه منتقل کنه. مثلا یکی از قوانین اینه که یه نفر باید به اندازه کافی بیت کوین داشته باشه تا بتونه ارسال کنه. پس اگه گره شما یه تراکنش دریافت کنه که توش یه نفر بیشتر از موجودیش بیت کوین ارسال کرده، اون تراکنش به بقیه گره ها منتقل نمیشه. وظیفه دوم به اشتراک گذاری اطلاعاته. مهمترین اطلاعاتی که یه گره به اشتراک میذاره تراکنش هاست. هم تراکنش هایی که تازه وارد شبکه شدن و هم تراکنش های تایید شده، یعنی تراکنش هایی که توی فایل بلاکچین نوشته شدن. این دسته از تراکنش ها البته به صورت بلاک تراکنش به اشتراک گذاشته میشن، نه به صورت تکی. وظیفه سوم نگهداری یک کپی از فایل بلاکچینه. اگه کپی گره از بلاکچین بروز نباشه، اونو با اطلاعات دریافتی از بقیه گره ها آپدیت میکنه. هیچ کس گره های بیت کوین رو کنترل نمیکنه. هر گره خودمختاره، یعنی توسط دیگران یا نیروهای خارجی کنترل نمیشه، کاملا مستقله. حالا یه سوال پیش میاد، آیا برای استفاده از بیت کوین باید گره اجرا کنم؟ خیر، لازم نیست. شما میتونید بدون اجرای گره بیت کوین رو ارسال یا دریافت کنید. اگه فقط به یه گره در مورد یه تراکنش پیام بدید، اون گره کل شبکه رو از تراکنش شما مطلع میکنه. اگه مثلا از کیف پول استفاده میکنید، کیف پول شما تراکنش رو وارد شبکه میکنه. حالا برای اجرای یک گره بیت کوین به چی نیاز دارین؟ بیت کوین فقط یه برنامه کامپیوتریه. پس تنها چیزی که برای اجرای یک گره بیت کوین نیاز دارید یه کامپیوتره و البته یه اتصال اینترنت. اما یه سری نیازمندی های سیستمی هم هست که برای اجرای روونش لازمه. اولیش فضای دیسکه. پیشنهاد من حداقل 2 ترابایت. اول از همه برای ذخیره زنجیره بلاک به یه هارد درایو بزرگ نیاز دارید. زنجیره بلاک هر سال حدود 100 گیگابایت رشد میکنه. پس اگه میخواید گره رو برای مدت طولانی اجرا کنید، باید فضای کافی داشته باشید. البته با اجرای گره هرس شده یا اصطلاحاً پروند نود میتونید فضای مورد نیاز رو کم کنید که توی بخش انواع گره ها باهاش آشنا میشیم. نیازمندی دوم، رم، حداقل 2 گیگابایت. رم برای ذخیره تراکنش های جدید و UTXO ها استفاده میشه. اینجوری تایید تراکنش ها
و بلاک های جدید سریعتر انجام میشه. لازم نیست رم خیلی زیادی داشته باشید، اما هرچی بیشتر باشه برنامه بهتر کار میکنه. نیازمندی سوم پهنای باند، حداقل 2 ترابایت در ماه. گره دائما در حال ارسال و دریافت داده از بقیه گره هاست، پس به پهنای باند کافی نیاز دارید. این حجم داده خیلی زیاد نیست، اما خب خیلی بیشتر از وبگردی و ایمیل فرستادنه. میتونید مقدار پهنای باندی که گره‌تون استفاده میکنه رو با تنظیم مکس آپلود تارگت محدود کنید. خیلی رایجه که مردم یه گره بیت کوین رو روی یه رزبری پای راه اندازی میکنن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که لازم نیست یه گره بیت کوین رو 24 ساعت روشن نگه دارید. میتونید برنامه رو هر چند بار که نیاز دارید روشن و خاموش کنید. برای اینکه بهتر بتونید نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری اجرای گره رو درک کنید، پیشنهاد میکنم ویدیوهای آموزشی گویبان که در این مورد ساخته شده رو توی یوتیوب ببینید. گویبان که خودش یه نرد کامپیوتری و علاقه‌مند به بیت کوین و شبیه سازی و همچنین سلف هاستینگه، توی این ویدیوها به صورت کامل و کاربردی نحوه راه اندازی فول نود و پرو نود را آموزش میده. با دیدن این ویدیوها میتونید به صورت عملی با مراحل نصب و راه اندازی گره آشنا بشید. لینک پلیلیست مربوط به این ویدیوها رو واسهتون تو توضیحات میذارم. حالا یک گره چجوری با بقیه گره ها ارتباط برقرار میکنه؟ گره ها با ارسال پیام های جداگونه از طریق پروتکل TCP با هم ارتباط برقرار میکنن. همچنین هر گره باید از یه پروتکل بیت کوین خاصی هم پیروی کنه که در واقع یه سری قوانینه که ساختار و ترتیب پیام های ارسالی ها مشخص میکنه. حالا چرا گره خودتون رو اجرا کنید؟ فواید و مزایاش چیه؟ چند تا دلیل وجود داره که ممکنه بخواید گره بیت کوین خودتون رو اجرا کنید. دلیل اول اعتماده. وقتی گره خودتون رو اجرا میکنید دیگه لازم نیست برای اطلاعات تراکنش ها به کسی اعتماد کنید. یعنی هر تراکنشی که دریافت میکنید با اطمینان کامل تایید میکنید. اگه گره خودتون رو اجرا نکنید در واقع به دیگران اعتماد میکنید. من تا حالا مشکلی با دریافت داده ها از گره های دیگه نداشتم، اما اگه میخواید واسطه ها رو حذف کنید اجرای گره بیت کوین بهترین راهه. این دقیقاً همون شعار بیت کوینه. اعتماد نکن، تایید کن. Don't trust, verify. دلیل دوم مباحث حریم خصوصیه. ببینید وقتی گره‌تون رو اجرا میکنید دیگه نیازی نیست تراکنشاتون رو با سرویس های شخص ثالث به اشتراک بذارید. یعنی چی؟ یعنی اگه گره خودتون رو نداشته باشید مجبورید از یه سایت یا یک کیف پول شخص ثالث استفاده کنید که تراکنشاتون رو از طریق گره خودش به شبکه میفرسته. این سرویس ها میتونن درخواستاتون رو با IP ردیابی کنن و فعالیتاتون رو ثبت کنن. این برای حریم خصوصی خیلی جالب نیست، اما وقتی گره خودتون رو اجرا میکنید تراکنشاتون مستقیما و از طریق گره خودتون پخش میشه و داده ها از زنجیره بلاک خودتون دریافت میشه بدون نیاز به سایت جستجوگر زنجیره بلاک یا همون بلاکچین اکسپلورر. استفاده از کیف پول ها یا جستجوگرهای زنجیره بلاک قابل اعتماد مشکلی ایجاد نمیکنه، اما احتمال نشت حریم خصوصی ناچارن به وجود میاد. دلیل سوم اجرای نود شخصی حمایت از شبکه است. اجرای گره‌تون شبکه رو از 2 طریق تقویت میکنه. اولیش تکثیر زنجیره بلاکه. هرچی گره ها بیشتر بشن بیت کوین مقاومتر میشه. فرض کنید همه گره های دیگه از بین برن. در این صورت گره شما کل سیستم رو حفظ میکنه. دومیش انتقال داده است. گره ها با هم همکاری میکنن تا تراکنش ها رو پخش کنن. با اجرای گره یه جورایی یه رله به شبکه اضافه میکنید. اجرای یه گره مثل سید کردن یه فایل توی تورنته و همه سیدرها رو دوست دارن. البته بعد از یه حدی افزایش گره ها خیلی تأثیر نداره. نیازی نیست هر دستگاهی گره اجرا کنه. مثلا لازم نیست یخچال هوشمندتون رو تبدیل به گره کنید. چهارمین دلیلش
دلایل و مباحث توسعه و دیولپمنت. اگه میخواید توسعه دهنده ی بیت کوین بشید، اجرای گره خودتون خیلی کمکتون میکنه. اولیش دسترسی ساده به داده هاست. وقتی گره خودتون رو داشته باشید، به همه داده های بیت کوین رو کامپیوترتون دسترسی دارید. مثلا میتونید با دستورات بیت کوین CLI سریع داده ها رو جستجو کنید یا کل زنجیره بلاک را تحلیل کنید. دومیش کد منبعه. اگه بیت کوین کور را کامپایل کنید، به کدش دسترسی پیدا میکنید. اینجوری میتونید کد را مرور کنید و ببینید چجوری کار میکنه و حتی سعی کنید بهبودش بدید. اگه مثل من به برنامه نویسی و سورس کد بیت کوین علاقه‌مندید، پلیلیست آموزشی زیا سعد و رپکسا در یوتیوب به شما پیشنهاد میکنم که یک تور توی سورس کد بیت کوینه. زیا که توی ویدئوی قبلی باهاش آشنا شدیم، همون جنتلمن بیت کوینر، و رپکسا که یک برنامه نویس بلاک چینه، تو این پلیلیست به بررسی سورس کد بیت کوین میپردازن و یه سری مفاهیم و موضوعات باحالو داخل سورس کد به ما نشون میدن. جادی هم که مطمئناً هممون میشناسیم، برنامه نویس خفن و دوست داشتنی که تو حوزه‌های مختلف تکنولوژی از امنیت سایبری گرفته تا لینوکس و بیت کوین کلی محتوای آموزشی باحال تولید میکنه. جادی توی ویدیوهای آموزشی مختلفی به بررسی سورس کد بیت کوین میپردازه. مثلا توی یکی از ویدیوهاش با بررسی دقیق سورس کد بیت کوین، نحوه محاسبه تعداد کل بیت کوین ها و تأثیر هاوینگ که همون نصف شدن پاداش استخراج بلاکه رو توضیح میده و نشون میده که چرا حد اکثر تعداد بیت کوین ها به 21 میلیون محدود شده. لینک این ویدیوهای آموزشی ها میتونید توی توضیحات پیدا کنید. البته اجرای گره خودتون برای ساختن ابزاراتون روی بیت کوین ضروری نیست، ولی داشتنش خب خیلی خوبه. موضوع بعدی انواع گره است. حالا بریم سراغ انواع مختلف گره ها توی شبکه بیت کوین. نوع اول گره کامل یا فول نود. گره کامل ستونهای اصلی شبکه بیت کوین هستن. این گره ها میتونن زنجیره بلاک را دنبال کنن و تراکنش ها و بلاک های جدید رو تایید کنن. یک گره کامل یک کپی کامل از کل تاریخچه تراکنش ها را تو خودش داره و میتونه تشخیص بده که آیا هر بلاک یا تراکنش جدیدی که دریافت میکنه معتبره یا نه. به عبارت دیگه، گره کامل قوانین سیستم رو روی تمام داده ها اعمال میکنه و یه شرکت کننده فعال توی شبکه است. دو نوع گره کامل داریم: گره بایگانی یا آرکایوال نود و گره هرس شده یا پروند نود. گره بایگانی کل زنجیره بلاک رو نگه میداره و میتونه اونو برای گره های جدیدی که به شبکه میپیوندن تکثیر کنه. گره هرس شده یا پروند نود یک کپی کامل از زنجیره بلاک ها داره، اما بلاک های قدیمی تر رو حذف میکنه تا فضای دیسک کمتری اشغال کنه. این گره هم میتونه قوانین سیستم رو اعمال کنه، اما نمیتونه کل زنجیره بلاک ها به گره های جدید ارائه بده. نوع دوم گره لایت ویت نود یا گره سبک. گره های سبک و کیف پول های SPV با گره های کامل یکم فرق دارن. گره سبک میتونه زنجیره بلاک رو دنبال کنه، اما نمیتونه تراکنش ها و بلاک های جدید رو تایید کنه. در واقع میتونه چک کنه که یه تراکنش یا بلاک توی زنجیره بلاک وجود داره یا نه، اما نمیتونه تاییدش کنه که معتبره. به عبارت دیگه، گره سبک نمیتونه قوانین سیستم رو اعمال کنه و یه شرکت کننده فعال توی شبکه نیست. در واقع بهتره به گره سبک به عنوان یه مشتری نگاه کنیم. گره فعال مثل یه شرکت کننده فعاله، اما مشتری فقط داده ها رو از بقیه گره ها میخونه. یه نوع رایج از گره های سبک کیف پول های SPV مثل کیف پول الکترام. SPV یا همون تایید ساده پرداخت، سیمپل
Payment Verification. کیف‌پول‌های SPV فقط سربرگ‌های بلاک رو دریافت میکنه که خیلی کوچکتر از بلاک‌های کامله. اینجوری میتونه با طولانی ترین زنجیره بلاک پیش بره. سربرگ‌های بلاک فقط 160 بایت حجم دارن، در حالی که حجم بلاک‌های کامل معمولاً بیشتر از 1 میلیون بایته. کیف‌پول SPV میتونه از یک گره کامل بخواد که ثابت کنه یه تراکنش خاص توی یک بلاک خاص وجود داره یا نه. این به عنوان اثبات مرکل شناخته میشه یا مرکل روت. با این اثبات کیف‌پول SPV مطمئن میشه که تراکنش واقعا توی بلاک وجود داره و موجودی کیف پول رو آپدیت میکنه. اما کیف‌پول SPV باید به اطلاعاتی که از گره کامل دریافت میکنه اعتماد کنه. مثلا یه گره کامل میتونه یه سربرگ بلاک معتبر بسازه و به کیف‌پول SPV بفرسته، اما بلاک واقعی ممکنه تراکنش‌های نامعتبر داشته باشه. یعنی گره میتونه به گره سبک دروغ بگه، یعنی گره کامل میتونه به گره سبک دروغ بگه. اثبات مرکل و سربرگ بلاک معتبرن، اما سربرگ بلاک از یه بلاک با تراکنش‌های نامعتبر ساخته شده. پس مشتری SPV فکر میکنه پرداخت را دریافت کرده، اما در از تراکنش نامعتبره. وقتی ویدئوی بلاک ها را ضبط کردم و با مرکل روت و بلاک هدر بیشتر آشنا شدیم، میتونید درک کنید که این تقلب چجور قابل اجراست. دروغ گفتن به کیف پول SPV توسط گره کامل خیلی سخته، چون گره کامل باید عمدن یک بلاک نامعتبر استخراج کنه. پس کیف پول SPV فرض میکنه که دروغ گفتن خیلی پرهزینه است. اگه میخواید مطمئن باشید که همه تراکنش ها معتبر هستن و به کسی اعتماد نکنید، باید گره خودتون رو اجرا کنید. حالا میرسیم به استخراج کنندگان. این افراد نقش مهمی در شبکه بیت کوین دارن، اما با گره ها فرق میکنن. استخراج کننده یا ماینر کسیه که تراکنش ها را از مخزن حافظه یا همون ممپول جمع آوری میکنه و اونا رو به زنجیره بلاک اضافه میکنه. این کار باعث میشه تراکنش ها برای همیشه تایید بشن. استخراج کننده در ازای این کار پاداش بلاک و کارمزدهای تراکنش ها رو دریافت میکنه. حالا تفاوت گره و استخراج کننده چیه؟ یک گره همیشه یک استخراج کننده نیست. یه استخراج کننده هم مجبور نیست گره باشه. البته در وایت پیپر بیت کوین گاهی به گره ها به عنوان استخراج کننده اشاره میشه و استخراج کننده ها هم همیشه گره کامل در نظر گرفته میشن. اما یه استخراج کننده مجبور نیست وظایف گره را انجام بده. در عوض میتونه فقط به یه گره کامل وصل بشه تا اطلاعات لازم برای ساخت بلاک رو ازش بگیره و بعد از ساخت بلاک مجدد اونو به گره کامل برگردونه. پس راحت ترین کار اینه که استخراج کننده رو به عنوان یک گره کامل که بلاک ها رو استخراج میکنه در نظر بگیریم. اما از نظر فنی گره و استخراج کننده میتونن جدا از هم باشن و دو نقش متفاوت رو ایجاد کنن. حالا برای اجرای گره کامل باید چیکار بکنیم؟ ساده ترین راه دانلود بیت کوین کوره. البته جایگزین هایی مثل بیت کوین، BTCD و بیت کوین جی هم وجود دارن، اما خب بیت کوین کور از همشون محبوب تره. ولی در هر صورت هیچ کسی نمیتونه جلوی شما رو بگیره اگه بخواید یه نرم افزار گره خودتون رو بنویسید. شبکه بیت کوین کاملا بازه، پس اگه بتونید بفهمید چجوری به گره های دیگه وصل بشید و قوانین شبکه هم رعایت بکنید، میتونید با نرم افزار خودتون از بیت کوین استفاده کنید که خیلی هم باحاله. البته بعضیا فکر میکنن بهتره که پیاده سازی های رقیب نرم افزار بیت کوین خیلی زیاد نباشن، اما از طرف دیگه اگه چندین پیاده سازی داشته باشید احتمال اینکه تحت تاثیر باگ های مشابه قرار بگیرن خب کمتره. پس اگه همه گره های توی شبکه که یه پیاده سازی خاص رو اجرا میکنن به خاطر یه باگ جدی از کار بیفتن،
گره هایی که یه پیاده سازی متفاوت رو اجرا میکنن آنلاین باقی میمونن و شبکه رو سر پا نگه میدارن. پس من میتونم بفهمم که چرا داشتن فقط یه پیاده سازی از نظر ساده سازی توسعه ترجیح داده میشه. اما فکر کنم داشتن گره هایی تو شبکه که پیاده سازی مختلف نرم افزار اجرا میکنن چیز خوبیه. اما از همه مهمتر اینه که هیچ کس نمیتونه جلوی شما رو بگیره اگه بخواید نرم افزار گره خودتون رو بنویسید و این دقیقاً همون چیزیه که اصل اول بیت کوینه. خب به عنوان جمع‌بندی میتونیم بگیم که توی این ویدیو یاد گرفتیم که گره بیت کوین یک کامپیوتره که نرم افزار بیت کوین رو اجرا میکنه و به بقیه گره ها وصل میشه تا اطلاعات تراکنش ها و بلاک ها را با هم دیگه به اشتراک بذارن. گره ها وظایف مهمی مثل تایید تراکنش ها، نگهداری کپی از زنجیره بلاک و انتقال داده ها را به عهده داره. برای اجرای گره به یک کامپیوتر با فضای دیسک و پهنای باند کافی نیاز داریم. اجرای گره شخصی فوایدی مثل افزایش اعتماد، حفظ حریم خصوصی و حمایت از شبکه را به همراه داره. گره ها انواع مختلفی دارن از جمله گره کامل، گره سبک و کیف پول SPV که خودش یه نوع گره سبکه. برای اجرای گره کامل میتونیم از نرم افزارهای مختلفی مثل بیت کوین کور استفاده کنیم. در نهایت یاد گرفتیم که گره ها نقش اساسی در حفظ امنیت و عملکرد شبکه بیت کوین را ایفا میکنن. خب به پایان قسمت سوم از دوره آشنایی با بیت کوین رسیدیم. امیدوارم مطالب ارائه شده براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم به سوالات شما در مورد گره های بیت کوین پاسخ بدم. اگه محتوای این ویدیو براتون جذاب و مفید بوده میتونید از طریق شبکه های بیت کوینی و لایتنینگی ازم حمایت کنید. آدرس هاشو داخل توضیحاتم نوشتم. در قسمت های بعدی این دوره با موضوعات جذاب دیگه‌ای در مورد بیت کوین و شبکه‌اش آشنا میشیم. پس تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.